هم دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه‌ها این آقا رو می‌بینین از این بالا کیفو برمی‌داره، این پرواز تهران به دبی و این آقای ایرانیه که داره فیلم برداری میکنه متوجه میشه که این آقا دزده از این بالا کیفو برمی‌داره، میره رو صندلیش میشینه، شروع میکنه حالا بگشتن تا یه چیز درست همون پیدا کنه بزنه به جیب. ولی خب حواسش نیست که ایرانی‌ها از این چیزا گرگ‌ترن. میاد رو سرش داره فیلم میگیره ببینه داره چیکار میکنه، اونم که قشنگ داره کیفه رو میگرده دیگه. بعد جالب اینجا سلام میبینه یارو رو، نگاه یهو شروع میکنه به روبرو نگاه کردن و قفل میشه دیگه، میخواد کیفو ببنده. ولی خب دیگه اینجا اونجا نیست دیگه، مشتری الان میخوره، یه چند تا درست حسابی ببینیم میزننش و بعدم برش میدارن، تازه میبرنش پشت تو هواپیما. اون پشت مشتا خدا میدونه حالا چه بلایی سرش میارن اونجا. نکنین آقا، نکنین. چی کاریه؟ خب آخرش میمونین اینجوری چوب میخورین، کتک میخورین. نکنین این کارا رو دیگه. اون که دزد خفن بوده گیر افتاده دیگه، شما که دیگه شمایین. نکنین. حمایت یادتونه.